امروز میخوام شما رو با یکی از جنبه‌های شگفت‌انگیز دوران پارینه‌سنگی آشنا کنم. نقش حیوانات نمادین. این حیوانات تنها بخشی از محیط طبیعی نبودند، بلکه معنای عمیق و روحانی در زندگی و فرهنگ انسان‌های اون زمان داشتند. با هم بررسی کنیم که چگونه این حیوانات در دوران پارینه‌سنگی مورد احترام قرار می‌گرفتند. دقیقا این حیوانات نمادین چی هستند؟ حیوانات نمادین در فرهنگ‌های مختلف معنای خاصی دارند و نماینده ویژگی‌ها، توانایی‌ها یا ارزش‌هایی هستند که برای انسان‌های اون زمان اهمیت داشتند. توی خیلی از فرهنگ‌های بومی از جمله دوران پارینه‌سنگی، حیوانات نمادین به عنوان راهنماها یا محافظان روحانی در نظر گرفته می‌شدند. این حیوانات نه تنها بخشی از زندگی روزمره بودند، بلکه ریشه در باورهای اعتقادی عمیق داشتند. توی دوران پارینه‌سنگی که دوره بوده از حدود دو ممیز 6 میلیون سال پیش تا تقریبا 10,000 سال قبل از میلاد، توی این دوره انسان‌ها به عنوان شکارچی زندگی می‌کردن و به شدت به طبیعت وابسته بودن. اونا برای بقا مجبور بودن خودشون رو با شرایط محیط تطبیق بدن. رابطه اونا با حیوانات خیلی حیاتی بود، نه تنها برای تامین غذا بلکه برای درک بهتر محیط اطرافشون. در دوران پارینه‌سنگی حیوانات نمادین نقش مرکزی در زندگی روحانی انسان‌ها داشتند. شکارچی از رفتار حیوانات برای شکار موفق الهام می‌گرفتند. حیواناتی مثل شیر، گرگ، خرس و عقاب معمولاً به عنوان حیوانات نمادین انتخاب می‌شدند. شیر نماد قدرت و شجاعت بود، گرگ نماد همبستگی و وفاداری، خرس به عنوان نماد درمان و عقاب نماد آزادی و دوراندیشی بود. این حیوانات فقط منبع غذا نبودن، بلکه در آیین‌ها و مراسم هم مورد احترام قرار می‌گرفتند. شمن‌ها با حیوانات نمادین خود ارتباط برقرار می‌کردند تا مشورت و شفا بگیرند. همچنین مراسم شکار برگزار می‌شد تا ارواح حیوانات مورد احترام قرار بگیرند و موفقیت شکار تضمین بشه. در مجموع حیوانات نمادین نقش مهمی در زندگی انسان‌های دوران پارینه‌سنگی داشتند. آنها نه تنها بخشی از استراتژی‌های بقا بودند، بلکه حامل معانی روحانی و فرهنگی هم بودند. درک این ارتباطات به ما کمک میکنه که ریشه‌های فرهنگی اجداد و نیاکان خودمون رو بهتر بشناسیم. اگه سوالی داشتین توی کامنت ها میتونین برام بنویسین. مرسی.